چون همیشگی درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز درس امروزه همون چنین است. Love is putting someone else's need before yours. From movie Frozen. عشق یعنی نیازهای دیگری را از نیازهای خود بالاتر دانستن. از فیلم تصویری قلب یخین. و آمدیم به قسمتی watch to watch یعنی چی تماشا کنیم و فیلم تصویری که امروز ما با شما توصیه میدهیم این فیلم تصویری Frozen می باشد. سال برآمدش سال 2013 می باشد. مقدار دقیقه هایش 102 دقیقه. سویه زبان انگلیسیش باشد A2 می باشد و اگر گویید که از کجا تماشا کنیم در دلخواه براوزر نام فیلم تصویری را می نویسید، بعد از آن watch می نویسید. اگر خواهید که با زیرنویس پیدا نمایید with subtitles می نویسید و در آنجا می براید و در آمده تماشا کرده می توانید. New words کلمه های نو. Pronouns جانشین I من، she او زن، he او مرد، it وی حیوان و یا اشیا، we ما، you شما، they آنها، me مرا، her او را زن، him او را مرد، it وی را اشیا و یا حیوان، us ما را، you شما را، them آنها را، refer to ifade کردن و یا اشاره کردن، daughter دختر، son پسر، magazine مجله، stamp مهر، invitation دعوتنامه. در اینجا درس امروزه ما با پایان رسید. لطفاً اگر به کانال آبونه نشده باشید آبونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید تا آنها نیز از درس های ما با خبر شوند و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.